سلام فقط چطور اومدیم با گیم مود جدید تیرکس اسمش KBFFA و خیلی گیم مود باحالیه. ولی نکته جالبش اینجاست که یه جور کپی کاری از سرور پیکا. اگه دقت کرده باشید توی پیکا یه قسمت داره اسکای پی وی پی، اونجا مثل همینه تقریبا، ولی واقعا پلیراش انقدر زیاد نیستن. اونجا پلیرهای بدوارز و پیکا زیادن، واقعا اسکای پی وی پیش کمتر. حالا ولی این کپی کاری که کرده واقعا جالب نیست، ولی اینش خوبه که حالا تیرکس پینگش بهتره. حالا پینگ من نگاه خیلی سخته، مثلا انقدر پلیراش زیادن الان، مثلا زهرا خیلی زیادن الان، هم زهره دیگه. نمیدونم اصلا هر کار میکنم 10 ثانیه نمیتونم بالا بمونم. 50 و چند تا کیل، 56 تا کیل دارم، ولی حالا سیو میشن اینا. یعنی که مثلا بازی میکنی دیسی میدی و بعد دوباره چند روز دیگه بیای بازی کنی، باز اون کیلات هستن مثل بدوارز، حالا که ویناتو نشون میده، حالا اون بدایی که زدی نشون میده دیگه. اوکی هم ریسورس بک های مختلف هم که هیچ تأثیری رو بازی ندارن به نظرم. هرچی ریختم پینگ افتضاحه. پینگ افتضاح باشه خیلی بده واقعا. قطع ترجیح میدم قطع باشه نتم. خب چه جای اندر پرل تو اینونتوری؟ چیکار کنم؟ فایربال اومدم یه بار گرفتم. فایربال گرفتم اصلا نمیذاره جامپ بزنی تو این گیم مود. با فایربال جامپ نمیذاره بزنی، فقط میتونی فایربال رو بزنیش که مثلا یکی دیگر رو بندازی، ولی خودت نمیتونی باش جامپ بزنی. واقعا بده. اینجا برای اسپمرای نوب خوب خوش میگذره دیگه. چقدر به هم ریخته است این چیزایی که تو اینونتوری خیلی واقعا بده. و بیستم اندر پرل رو بذارم دستم به 8 کیبورد نمیرسه واقعا، انقدر شلوغه نمیتونم هیچ کار کنم. وای اصلا 2 ثانیه میستی میزنن. دایی بشتر منم بگو که 3 ساعت قبل این بازی داشتم تو فیک پیکسل تلیبریج میزدم، الان اینجا کلاس نمیتونم بزنم. چند تا ویدیو قبلی همش تایتل و مثلا تامنیل و این چیزا خارجی نوشته بودم. فکر کردن خارجی هم، گفتم بذار اصلا هویت ایرانی بودن رو نشون بدم، ایرانی هم دیگه بفهمین دیگه. کامنت خارجی میذاری. 62 تا کیل. کوینا هیچ استفاده ای نمی کنم، چیز خاصی نداره واقعا که بگیرم. اگه داشت میگرفتم، مثلا حداقل پوشن یه چیزی داشت. فقط پوشن جامپ داره، به درد نمیخوره پوشن جامپ. تو این بازی به درد نمیخوره، تو این گیم مود. اینجا باید پی وی پی کن. اینجا پی وی پی آدم خوب بشه در حد دیریم بازیش خوب میشه دیگه. مپش هم که عوض نمیشه خواهد. هر نیم ساعت یه بار فکر کنم مپش عوض میشه. انقدر که افتادم تو بدوارز کیل نگرفته بودم تا حالا. پلیراش از های پیکسل میان، انقدر قویان. وای جاذبهش کم شد. لو گراویتی. حالا شانس منم این ایونته که گذاشت چیز شدم دیگه، افتادم. هنوز 64 تا دارم. یعنی چی؟ الان شانس منه تو این جامپایی که
فریه داره به من میده میفتم. عجیب. واقعا وقتی میفتم اندر پرل رو کجا بزنم که نیفتم؟ اینا چطور میفتن اندر پرل میزنن؟ خیلی سخته، نمیشه. بچه یادتون نره که بازم از این گیم مود خواستید لایک کنید و چنلمو سابسکرایب کنید.